اینجا ایران است، سرزمین عجایب. دختران سبیلدار هم از این به بعد سانسور خواهند شد. بله، اینجا ایران است. معلوم نیست که چه خبره. دیروز گلشیفته برای درآوردن لباسش سانسور شد. امروز فاطمه معتمدآرا را برای حجاب بسیجی از نوع سبیلدارش سانسور گشت. فیلم پریناز به کارگردانی بهرام بهرامیان و با بازیگری فاطمه معتمدآرا آماده نمایش در جشنواره فیلم فجر بود که از سوی وزارت ارشاد توقیف و از فهرست نمایش خود خط خورد و حذف شد. دلیل: سانسور معتمدآرا. علت: باورتان نمی شود، چون گریم معتمدآرا دارای سیبیل است.